این هفته خبر تو خبر داره براتون از ماه آبان و آخوندهای هراسونی که به اسم کرونا میخوان بساط سرکوب رو برا بندازن و شهرها رو ببندن. به غیر از انضباط اجتماعی و به غیر از مسئولیت اجتماعی که این دو بسیار مهمه، اعمال حاکمیت هم باید در کنار او قرار بگیره. ما امروز تصمیمات مهمی باز برای محدودیت گرفتیم نسبت به 25 استان با یک شرایط خاصی، برای 46 شهرستان اونها با شرایط متفاوت و مختلف، و اون 43 شهرستان قبلی رو هم که محدودیت بر اونها قائل بودیم تمدید کردیم. این پاسدار سلامی هم که تا دیروز از کرونا یاب قابلمه‌ای دم میزد، حالا میخواد به خونه مردم حمله کنه تا ویروس کرونا رو دستگیر کنه. امروز از یک طرحی که انشالله فردا و روزهای آینده با وزارت بهداشت و درمان هم اون رو هماهنگ و یک پارچه خواهیم کرد و از 20 آبان ماه هم به اجرا خواهیم گذاشت، تلاش میکنیم که به نقاطی که ویروس این در واقع کرونا محل سکونت خودش قرار داده و از اونجا یه پلکانی برای تکثیر و در واقع توزیع و شیوع در سطح کشور قرار داده، به این نقاط انشالله حمله کنیم. تیویریش هم از ترس قیام اوباش نیروی انتظامی رو آورد توی برنامه صبحگاهیش تا کله ملق بزنن و به خیال خودشون مردم رو بترسونن. بچه ها بفرمایید. توضیح خدمتتون بدم وزن ویژه و استفاده از دکترین ورزشی یگان کارشناسانمون حرکاتی رو از وزن ویژه شامل حرکات کاربردی در مأموریتشون، تکواندو، جودو، کشتی و دفاع شخصی رو به نمایش میذارن. ماشاءالله. البته طبق تجربه سرانجام تمام این هارت و پورتا یه چنین چیزیه. از اون طرف تا دلتون بخواد مانور و رزمایش پفکی رو انداختن تا به سبک فیلم‌های هالیوودی به بسیجی‌ها روحیه بدن. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار، یگانه‌های پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99. البته این مانورهای دوغکی حتی سر بسیجی ها رو هم نمیتونه شیره بماله، چون وقتی جنگ و شلیک راه بیفته با چنین صحنه‌هایی مواجه میشیم. آخر روزگار خوایم دیلم دور دل سوته گفت آخ شوابی. حالا برای اینکه معلوم بشه علت همه این ورجه وورجه ها چیه، به این حرفای پاسدارا در یک جلسه درونی گوش کنید. میگه اگه مردم بیان تو خیابون هیچی از ما باقی نمیمونه. اون چی که شما باید در نظر داشته باشید اینه، اگه خدای نخواسته پای مردم به خیابون رسید،
تجمع کرد بر علیه نظام. اگر تونستید اینا رو مهار کنید هیچ. اگر نشد مطمئن باشید ثانیه به ثانیه به تعداد اینا به نفرات اینا اضافه خواهد شد. اون موقع دیگه قابل مهار نیست. اون موقع چه خواهد شد؟ خدا می‌داند. مطمئن باشید دوستان برادران، اگه کوچکترین ضربه، کوچکترین خدشه‌ای به نظام وارد بشه هیچ اثری از ما باقی نخواهد. این دم آخری آخوندا بهتر از هر کس میدونن که در عرصه سیاست خارجی هم چیزی عایدشون نمیشه و در هر حال توی سرپایینی هم. بر اساس اسناد و واقعیت‌های 40 سال گذشته اینطور به نظر می‌رسد رؤسای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در هر چیزی با هم اختلاف نظر داشته باشند درباره ضدیت با ایران با هم همرأی و هم نظرند. با این جنبندی موافقی؟ آمریکا آمریکاست. اون حزب و هر کدومشون سر کار آمدن خیری به ما نرسوندن، شر رسوندن. وضعیت رژیم در عرصه بین المللی یه چیزی توی این مایه هاست، یعنی هر تقلایی هم که بکنه با چنین صحنه‌ای مواجه میشه. در شرایطی که چهارچرخ عظما رو هواست، پاسدارای هراسون از این داستان‌ها سرهمبندی میکنن. موضوع افول امریکا موضوع جدیدی نیست، موضوعی است که به دهه‌های گذشته برمیگرده. یکی از اندیشمندان امریکایی میگه که از 1970 دوره افول امریکا شروع شد. هرچی که جلوتر اومد نشانه‌هاش خیلی روشن‌تر و واضح‌تر شد. این یکی هم خالی بندی رو به اوج میرسونه و از مراسم پاسدار سلیمانی تو آمریکا میگه. در گرامی داشته سردار سلیمانی در هفته‌های اول شهادت ایشون فقط در ایالات متحده آمریکا در 51 نقطه مراسم‌های خودجوش مردمی برگزار شد و امسال ستاد با درخواست‌های بیشتری از سراسر جهان برای گرامی داشت و برنامه‌ریزی در این خصوص مواجه هست. حباب بورس بد جوری ترکیده و کار به جایی رسیده که توی تیوریش هم زیراب شیخ فری رو اینطوری میزنن. منتقدان هم مدام میگفتن که این اتفاقه، این رشده یک روز بعدی رو به همراه خواهد داشت. متاسفانه این اتفاق افتاد و آقای رئیس جمهور که میگفتند درباره حرف مخالفان پنبه تو گوشتون بذارید، الان نمیدونم چرا هیچ اظهار نظری نمیکنن. شیخ فری که امروز درباره بورس خفقون گرفته تا قبل از ترکیدن بغض اینطوری بلبل زمونی میکرد. شما اگر ناراحتید گوش نکنید، راهش اینه یه پنبه و فی آذانهم وقر، تو گوشتون یه پنبه بذارید، این حرفای خوب رو نشنوید. بورس ما خوب شده، عصبانیان میگن تمام دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوبه؟ خب بورس ایران خوبه. این جور مواقعه که صدای خود آخوندام در میاد و نسبت به افاضات همریشانشون از این تیکه ها میپرونن. کشور ما الحمدلله گل و بلبل دیگه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. مثلا گاهی وقتا مسئولین یه جوری از این مملکت تعریف میکنن که خدا شاهده، من میگم یه چیزی زده یه چیزی میزنن و میان، خدا میدونه سخن را نمیکنن. اصلا میگیم بابا اینا دیگه کیان؟ حیوت میگم من خیلی دلم کنم ساقی کیه. داستان جنگ و دعوای گرگ‌ها در مشنگستان نظام همچنان ادامه داره و دزدی‌های همدیگر رو اینطوری رو میکنن. در حالی که وضعیت ارضی کشور در سال 99 به مراتب بهتر از سال 98 است و حتی از سال پایانی دولت دهم وضعیت بهتری داریم. دولت ارز کافی در اختیار داشته، اما متاسفانه در حسابهای خاصی اونها رو بلوکه کرده و در چرخه ارزی کشور وارد نکرده و این گمانه ایجاد شده که یک پیوند سیاسی مخفیانه‌ای بین جریان قدرت و ثروت حاکم بر
دولت با جریان‌های خارجی داره رقم میخوره که معیشت و اقتصاد مردم رو پیوند بزنن به اتفاقات خارجی. این هم کامنت جوجه تئوریسین نظام نسبت به خبرهای از این دست. اینایی که تو جمهوری اسلامی دزدی میکنن خیلی خرن، خیلی. یعنی تا این شما مثلا یه نفر ببینی رفته سر یه برج مثلا 100 طبقه وایستاده بگه من میخوام اینجا بپرم پایین، شما میگی شجاع یا احمقه؟ میگه احمقه. تو حالا چتری هم داری میگه نه میخوام بپرم. با دیوانه است، بگیریدش. یه بچه کوچیکی ببینید داره میره سمت آتیش، تاتی میکنه اینجی 4 دست و پا مثلا داره میره سمت آتیش، میگید به به چه فرزند شجاعی من دارم، به باباش رفته مثلا به داییش نرفته. یا میگه بچه‌س خره نمیفهمه جلوشو بگیرید، بچه‌س نمیفهمه اینجوری. واقعا اینا خرن نمیفهمن با بیت المال جمهوری اسلامی شوخی میکنن. مشنگتر از همه این چغندر نپخته است که تو این هیروویر نگران شبکه‌های اجتماعی و به عنوان راه حل میگه باید از آخوندا جدا نشید. شبکه‌های مجازی، فضاهای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای اعتقادات جوونا رو در نشانه گرفتن. متاسفانه افرادی هم از خودمون گاهی به این میدان و به این عرصه دامن میزنند. از علما جدا نشید، از عالم دینی جدا نشید. این مشنگ و دوله در حالی چه این نسخه‌ای برای بسیجی‌ها میپیچه که خود آخوندا از سایه خودشون هم میترسن و یه چنین تصوراتی دارن. فکر کردم بدترین اتفاق ممکن اینه که یه روز توی خیابونای تهران منو بگیرن، عمامامو باز کنن دور گردنم تو جوی خیابون بکشن توف بندازن صورت. بدتر از این نمیشه. چون سوار عمامو گذاشتم سرم، الان تو خیابون کسی جواب سلامم نده، خیلی برام سنگین نیست. میگم خدا رو شکر بد نبود. بعضی از من میپرسن چطور تو مثلا بهت فحش میدن، بد و بیرام میگن یا اخم و تخم میکنن، یا بعضی از ریاکشن ها و رفتارها و واکنش های خیلی طبیعی و قابل فهم. میگم برای اینکه من اونجا رو تصور کردم. این هم یک تبریک مشنگانه به مناسبت هفته جنگ که معلوم نیست میخواد جنگ رو مسخره کنه یا بریش عظما بخنده، شاید هم هر دوش. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیزم و هموطنان گرامی در سراسر جهان. خواستم هفته دفاع مقدس را به همه هموطنان عزیزم و نیروهای نظامی انتظامی در سراسر ایران عزیز تبریک عرض کنم و ممنونم از شما. خدا به شما بدهد. این معاون مشنگ وزارت بهداشت آخونده هم از همه شیوه‌های مقابله با کرونا فقط عوض کردن ماسک رو بلده. که ماسک پارچه‌ای میتونه کاملا مشابه اکثر ماسک‌های طبی کمک کنه. اگه 3 لایه دوخته بشه، مثلا وسطش یه دستمال کاغذ، 2 لایه باشه وسطش یه دستمال کاغذ یا پارچه خاصی گذاشته باشه، نه 2 لایه دوخته بشه یه چیز متحرکی مثل دستمال کاغذی، لایه سومش در واقع قابل تعویض باشه، مثل همین میتونن استفاده کنن. برای اینکه مردم هم اعتمادشون جلب بشه، من خواهش میکنم اگه به صدا و سیمای ما هم مثلا اعتماد نمیکنن، خودشون بزنن کانالهای خارجی عکسای مسئولین سایر کشورها رو ببینن، مردم عادی سایر کشورها رو ببینن. اصلا استفاده از ماسک طبی شایع نیست. ماسک‌های پارچه‌ای متنوع و به همون اندازه موثره که خواهش می‌کنم استفاده کنید. مشنگستان این هفته رو با شاخوشونه کشیدنای این لات کوچه های خلوت به پایان میبریم که برای مذاکره چی‌ها اینطوری خط و نشون میکشه. آن کسی که در جمهوری اسلامی تصور کرده است که میتواند رهبری را به تصمیم برساند به خاطر مشکلات معیشتی مردم، تا رهبری مجبور بشه جام زهر رو بنوشه، بگه آقا برید مذاکره کنید، هست و نیست ملت رو بدید که ببینیم ترامپ چه گلی میخواد به سر ملت بزنه. اینها از خواب خوش بیدار بشن. این بار دیگه مذاکره با کدخدا و شیطان بزرگ مشروعیت ندارد. این را دولت بداند.